سلام و وقت شما بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های ما خیلی خوش آمدین. امیدوار هستم که همه خوب باشین. با سلسله معرفی بورسیه‌های تحصیلی در کشورهای مختلف این بار بر شما بورسیه را از دانشگاه دندی کشور اسکاتلند که در انگلستان قرار داره بر شما با معرفی میگیریم و امیدوار هستم که بتانین با استفاده از این برنامه شما هم یکی از کاندیدای این دانشگاه باشین و برنامه فوق لیسانس یا ماستری خود در برنامه خزانی سال 2024 این دانشگاه آغاز کنین. بورسیه‌ای که از جانب دانشگاه دندی طرح شده زیر نام Humanitarian Scholarship یا بورسیه بشردوستانه است که بر کسان این بورسیه طرح شده اونایی که به حمایت بشردوستانه و به یک نحو کسانی هستند که نیاز به پناهنده شدن دارن، بر اونا طرح شده و میتونن که از این برنامه استفاده کنن. در کل میتونیم به صورت واضح بگوییم که برای کسانی است که به یک نحو از کشور خود بیرون شدن و هم میخواین تحصیلات خود پیش برن و به یک نحو در یک جای محفوظ و امن نیز زندگی خود پیش برن، یعنی در جستجوی پناهندگی در یکی از کشورها هستند. چیزی را که شما در هر بورسیه در زمان اپلای و یا ثبت نامش نیاز دارین که جستجو کنین او عبارت از این است که شما برین و ببینین که آیا همین بورسیه‌ای که نشر شده و یا به اعلان گذاشته شده کشور شما شامل لیست و بورسیه است و یا خیر. در رابطه با این بورسیه باید بر شما بگویم که بله، کشور افغانستان شامل این بورسیه است و شما میتونین که از این برنامه مستفید شوید. البته در پهلوی Humanitarian Scholarship اینا یک اسکالرشیپ دیگه هم معرفی گرفتن که مخصوص خانمای افغان است که دختر خانمای افغان میتونن از او برنامه استفاده کنن که در یک ویدیوی جداگانه او برنامه را به معرفی میگیریم. مشخصات این برنامه ای است که تمام مصارف شما رایگان و به دوش دانشگاه است. مصارف رفت و برگشت شما، مصارف دانشگاه، تیوشن فی شما و مصارف ماهانیتان به دوش دانشگاه است و همچنین این برنامه به لول پست گریجویت یعنی به کسایی است که میخواین تحصیلات فوق لیسانس خود ادامه بدن. برنامه به صورت فول تایم است و در داخل کمپس است، یعنی به صورت آنلاین نیست و تاریخ شروع این برنامه 1 سپتامبر سال 2024 است. چیزی را که شما باید بسیار زیاد به صورت جدی مد نظر بگیرین است که وقت خیلی ضیق است و فقط 3 روز دیگه وقت باقی مانده تا شما بتونین به این برنامه ثبت نام کنین. آخرین تاریخ ثبت نام به این برنامه یا کلوزینگ دیتش تاریخ 15 مارچ سال 2024 است. رشته‌های مختلف در این برنامه وجود داره که شما میتونین هر رشته‌ای که مربوط به شما باشه، از اکاونتینگ، آناتومی، آرکیتکچر گرفته تا بزنس، منیجمنت، ایژوکیشن، فلسفی، سوشیال ورک و غیره. همچنین این برنامه‌ای که شما در اینجا می‌بینین به کورس‌های مختلف تقسیم بندی شده که از این جمله میتونین شما یک کورس را انتخاب کنین که برنامه خود روی همون کورس پیش ببرین که کورس‌ها هم شما می‌بینین در رشته‌های مختلف environmental، finance، بخشای health studies و غیره می باشن. در رابطه با شرایط زبان باید بگوییم که این برنامه نیازمند نمرات آیلتس است که شما باید نمرات آیلتس داشته باشین. در صورتی که شما نمرات آیلتس ندارین باید بر شما بگوییم که جای خوشبختی است که شما میتونین هنوزم به این برنامه ثبت نام کنین و یک پری سشنل برنامه انگلیسی یا آموختن زبان انگلیسی را در دانشگاه فرا بگیرین. یعنی شرط الزامی و اساسی نیست، ولی در صورتی که شما آیلتس دارین باید نمرات آیلتس خود در این برنامه و در اپلیکیشن خود ذکر کنین. از ریکوایرمنت این برنامه چیزایی بود که بر شما ذکر کردم و یک شرط دیگه که این برنامه داره ای است که شما باید در نخست یک کاندیشنال یا نان کاندیشنال آفر از طرف پانتون به دست میارین و او را زمان به دست میارین که اسنادهای شما را ریویو شود و کمیته که در اونجا تشکیل شده اپلیکیشن شما را اپروف کنه و بعد از او بر شما یک آفر و آیدی نمبر فرستاده میشه که اگر آفر شما نان کاندیشنال باشه یعنی هیچ شرط در او وجود نداره
و شما در برنامه قبول هستین، میتونین که پیش برین. و اگر آفر شما کندیشنال باشه، یعنی یک شرط در برنامه وجود داره که شما باید او شرط پوره بکنین، حالا او هر چیزی که باشه ممکن در او آفر نوشته باشه، چیزی که بر شما فرستاده میشه و بعد از اون میتونین که شما برنامه رو پیش ببرین. اگر شما هیچ کدام از این آفرها رو نداشته باشین، متاسفانه به اپلیکیشن شما رسیدگی نمیشه و حق اولویت به کسی داده میشه که شرایط پوره کرده باشن. چنانچه قبلا بر شما یادآور شدم که شما نیاز به داشتن نمرات آیلتس دارین. در این بخش میبینیم که ضروریات این برنامه به خاطر زبان انگلیسی چی هست. وقتی ما اینجا کلیک میکنیم صفحه دیگه بر ما باز میشه و در اون قسمت در رابطه با شرایط زبان بر ما شما صحبت کرده. برنامه های زبانی که مورد قبول دانشگاه دندی است و کریتریایی که اینا بر زبان انگلیسی دارن، برنامه آیلتس هست، برنامه پیرسن پی تی ای اکادمیک است یا ترینیتی و لنگویج سرت یا سلت است و همچنین در سطح C1 و C2 نیز قابل قبول است. ETS تافل IBT نیز قابل قبول است. و یک چیزی را که باید داشته باشین، دوستانی که امتحان تافل سپری کردن، نمره تافل IBT شما بر اونا قابل قبول است، ولی مای بیست اسکورز قابل قبول نیست برای دانشگاه. چیزی را که من قبلا بر شما یادآور شدم که اگر شما در صورتی که این ریکوایرمنت نمیتونین پوره، قسمی که در اینجا بر شما گفته شده که if your English language proficiency does not meet the requirements of your course, you may still be eligible to take one of our pre-sessional English courses. در صورتی که شما ریکوایرمنت زبان ما را نمیتونین تکمیل کنین، هنوز هم شما واجد شرایط هستین به این برنامه و میتونین که از این برنامه استفاده کنین. ولی در صورتی که یک پری-سشنال کورس زبان انگلیسی را بگیرین، ای که چه قسم به این برنامه اپلای کنین و کورس های پری-سشنال زبان انگلیسیشون کدام است، میتونین که روی لینک که در اینجا گذاشته شده کلیک کنین. قابل یادآوری است که تمام لینک هایی که در برنامه و در ویدیوهای قبلی استفاده میشه در دسکریپشن ویدیوها تمامش قرار میدم که شما میتونین به آسانی مراجعه کنین و معلومات خود از اون سایت ها کسب کنین. خب این که چه قسم ما میتونیم پیش بریم و برنامه از کجا آغاز میشه. خب قبل از هر چیز دیگه شما باید یک رشته را از اینجا انتخاب کنین که شما میتونین در کدام رشته تحصیلی یا در کدام بخش تحصیل خود ادامه بدین. در قسمت اول سابجکت هاست که ذکر شده و در قسمت پایین بر شما کورس های است که در اینجا ذکر شده. مثلا شما باید از اینجا یک کورس را انتخاب کنین و با همون کورس پیش برین، اپلیکیشن خود تکمیل کنین، اکانت درست کنین. بعد از اینکه اسنادهای خود آپلود کردین، منتظر به این باشین که اسنادهای شما از طرف کمیته ریویو شود و در صورتی که شما آفر به دست آوردین، بعد از اون کار شما ادامه پیدا میکنه و شما میتونین که مطابقی پروسه را پیش ببرید. ما از اینجا مثلا اکاونتینگ و فایننس انتخاب میکنیم. شما میبینین که یک صفحه جدید بر ما باز میشه و در این قسمت ما صفحه را پیش میبریم. entry requirements انتخاب میکنیم. بعد از اینکه entry requirements انتخاب کردیم، در این قسمت شما ببینین که از ما پرسیده که از کجا شما به این برنامه اپلای میکنین. مثلا ما از کشور افغانستان به این برنامه اپلای میکنیم که من از کشور افغانستان هستم ولی ممکن در جای دیگه فعلا حضور داشته باشم. یک چیزی را که شما باید داشته باشین، ببینین از قبل وقت ما افغانستان انتخاب میکنیم، در اینجا بر ما ماستری، لیسانس و 14 پاس یا دیپلم از قبل پیش‌فرض بر ترتیب شده که بر ما نمایش داده میشه. این برنامه قسمی که قبلا بر شما گفتم صرف پست گریجویت است، یعنی برنامه ماستری است که شما باید برنامه ماستری را انتخاب کنید. اگر شما یکی از این دو تا را انتخاب کنین که برنامه بیچلرز یا 14 پاس باشه، متاسفانه به این برنامه انتخاب نمیشه. این قسمی که در اینجا میبینین و شما رو به یک لینک دیگه راجع میکنه که apply to international college دندی، یعنی به یک برنامه دیگه از دانشگاه دندی شما میتونید مراجعه کنین. not directly to master's level courses. شما نمیتونین به خاطر بیچلر برنامه‌ای که میخواین به بیچلر ثبت نام کنین به کورس های ماستری مراجعه کنین. به این لحاظ ما ماستری را انتخاب میکنیم. زمانی که ماستری را انتخاب کردیم، همین قسم پیش میریم. بعد از انتخاب ماستری در اینجا شرایط زبان آیلتس و دیگه موارد ذکر شده. میریم در قسمت فیز. خب چیزی که در فیز گفته شده، ما به فیز کار نداریم چون ما به اسکالرشیپ ثبت نام میکنیم. پایین مییم در بخش تیچینگ و اسسمنت. معلوماتی است که درباره کورس نوشته شده. باز دوباره کلیک میکنیم نکست و بازم دوباره نکست کلیک میکنیم. خب در این قسمت برنامه‌ای که بر ما گفته شده، شما ببینین که
ما به این برنامه اکاونتینگ و فایننس MSc را انتخاب کردیم که استارت دیتش سپتامبر 2024 است و بر ما 3 آپشن مختلف در اینجا گفته: اکاونتینگ و فایننس، اینترنشنال اکاونتینگ و اکاونتینگ منیجمنت و استراتژی MSc است. البته خب یکی از اینا رو ما باید انتخاب کنیم که اکاونتینگ و فایننس MSc را انتخاب میکنیم. زمانی که ما روی کلیک میکنیم بر ما یک دایرکت اپلیکیشن سیستم خود دانشگاه میه که ما میتونیم به این برنامه خود راجستر کنیم، تمام معلومات های خود وارد کنیم. بعد از اینکه ما یوزر میسازیم به این برنامه و اپلیکیشن ما ریویو میشه، ما باید یک آیدی نمبر هم دریافت کنیم که کارهای مطابقی خود بدون آیدی نمبر نمیتونیم که پیش ببریم. اگر شما تازه به این برنامه آمدین میتونین روی نیو یوزر کلیک کنین، ایمیل آدرس و پسورد مشخصات خود بنویسین و یک یوزر بر خود درست کنین. ولی چون من از قبل آمده بودم یوزر درست کردیم، در اینجا ایمیل آدرس و پسورد نوشته است، من فقط لاگین میکنم. شما میبینین که اپلیکیشن بر ما باز شد و میتونیم که معلومات خود از اینجا اضافه کنیم. پرسونال دیتیلز انتخاب میکنیم و از این قسمت معلومات خود ما ادامه میدیم. خب اسم شما انتخاب میشه در قسمت فوری نیم. در این قسمت شما میتونین که پیش‌فرض اسم خود انتخاب کنین که مستر است یا مرس یا مسز است یا پروفسور است یا هر چیزی که هست یا لیدی است. خب در این قسمت ما مستر انتخاب کردیم. اسم شما، اسم دوم و سوم و اسم فامیلی شما و تاریخ تولد شما. همین قسم معلومات محل تولد شما، نشنالیتی شما، آیا شما در یوکی زندگی میکنین؟ نه خیر. و پرمننت رزیدنس شما افغانستان است. آیا قبلا شما با یکی از برنامه‌های ما معرفی بودین یا درس خواندین با ما؟ نه خیر. سیو و کانتینیو رو انتخاب میکنیم. صفحه بعدی کشور انتخاب میکنیم. اگر شما داخل افغانستان نیستین، یکی از کشورهایی را که شما بیرون از افغانستان هستین انتخاب کنین. اگر پاکستان هستین در پاکستان و اگر ایران هستین کشور ایران پستال کد انتخاب میکنین. آدرس میبینین چندین گزینه بر ما داده شده در اینجا، نمبر 1 2 3 4. شما میتونین که از کوچه و نمبر خانه شروع و به منطقه و محل و ایالت و کشور برسین و تمام معلومات رو اینجا ذکر کنین و همچنین شماره های تماس. در این قسمت شما اگر کدام کرسپندنس آدرس داشته باشین میتونین آدرس دیگه رو در این قسمت ذکر کنین که اونا به شما دسترسی داشته باشن. سیو و کانتینیو رو انتخاب میکنیم. در این قسمت چیزی که وجود داره اجنت است که اگر شما یک اجنت در داخل دانشگاه داشته باشین میتونین از این قسمت انتخاب کنین که متاسفانه اجنت ما نداریم و خود ما با این برنامه ثبت نام میکنیم. و همچنین پارتنر یا هوم اینستیتیوشن دیتیلز که در پایین گفته شده عین موضوعی بالا است که متاسفانه این معلومات ما نداریم در دسترس که بر اینا ارائه کنیم، چون اینا میخواین که این معلومات همراه اجنتی که ما در داخل داشته باشیم همراه اونا این ریکارد ما را مچ کنن که متاسفانه ما اجنت نداریم. و یک چیزی را که در اینجا باید مد نظر داشته باشین گفته که denotes a mandatory field. البته همو گزینه‌هایی که ستاره دارن شرط ضروری است که باید اونا خانه پوری شون و میبینین که اینا هیچ کدامش ستاره ندارن، یعنی اگر خانه پوری هم نکنیم ضرورت نیست. سیو و کانتینیو رو انتخاب میکنیم. در این قسمت بخش کوالیفیکیشنز است که اولش از شما از اینجا میتونین که از مکتب شروع کنین، مکتب، کالج و اینستیتیوت و همین قسم پیش برین. در کجا شما مکتب خواندین، کدام تایپ یا کدام رشته بوده، کوالیفیکیشن شما در کدام بخش بوده و سابجکت که شما فرا گرفتین. هر معلومات اضافی هم که داشته باشین میتونین در این قسمت بنویسین و همچنین در بخش کامپلیتد که در کدام سال شما برنامه خود تکمیل کردین. داکومنت های شما عبارت از همون اسناد، ترانسکریپت و دیپلم است که دارین که هم پشت رو باید شما اسکنش داشته باشین و در این قسمت میتونین که رو اپلود کنین. قسمت اولش اپلود یور سرتیفیکیت خود اپلود میکنین و قسمت دومش ترانسکریپت نمرات شماست که اپلود میکنین. در قسمت زبان میم English Language Qualifications است. در این قسمت شما می‌نویسین که زبان اول شما کدام است و دیگه به کدام زبان ها شما بلدیت دارین و زبان در رابطه به زبان انگلیسی خود که زبان انگلیسی شما در چه سطح است. سیو و کانتینیو. در این قسمت هم در رابطه به ورک اکسپریانس یا تجربه کاری شماست که شما میتونین در این قسمت تجربه کاری خود بنویسین و از current یا most recent شروع میشه، یعنی آیا در حال حاضر شما وظیفه دارین یا خیر. اگر در حال حاضر شما وظیفه ندارین میتونین که از آخرین وظیفه خود آغاز کنین. معلومات همین قسم ذکر میشه که شما از کدام تاریخ تا کدام تاریخ کار کردین و همچنین میتونین که add another rule اضافه کنین. هر چند وظیفه‌ای را که شما کار کرده بودین میتونین که در این قسمت بنویسین. در قسمت professional memberships اگر شما در
کدام جای تخصصی ممبرشیپ یا عضویت دارین، میتونین که در این قسمت شما اون نمبر را که دارین یا نمبر تشخیصی که عضویت شما رو نشان میده در جا در این قسمت بنویسین سیو و کانتینیو. در این قسمت یک پرسونال استیتمنت است که شما اگر داشته باشین میتونین که در این قسمت اپلودش کنین. پرسونال استیتمنت یک معلومات است که شما خودتان باید بنویسین در رابطه با بک‌گراند خود، در رابطه با بک‌گراند کاری، در رابطه با بک‌گراند تحصیلی و اشتیاق شما به این برنامه که میتونین در یک صفحه ورد او را بنویسین به شکل ورد و یا پی دی اف در این برنامه اپلود کنین. بعد از او سیو و کانتینیو. و در این قسمت معلومات در رابطه با پاسپورت و ویزه شماست. در اینجا از شما سوال کرده که آیا شما به خاطر تحصیل به این برنامه و یا آمدن به یوکی نیاز به ویزه یوکی دارین. میشه کسی ویزه یوکی داشته باشه که این به ندرت است، ولی در کل همگی نیاز به ویزه یوکی دارن تا اینکه به یوکی سفر کنن و در دانشگاه دندی تحصیلات خود ادامه بدن که شما 100% یس انتخاب میکنین. و این هم از خود شما پرسیده که آیا شما در حال حاضر پاسپورت دارین و یا خیر، که در این قسمت هم شما یس انتخاب میکنین و معلومات پاسپورت خود، شماره پاسپورت، اسم شما در پاسپورت چی است، تاریخ صدور و ختم پاسپورت شما. و این قسمت هم قسمت داکومنتس هست که شما پاسپورت خود در این قسمت اپلود میکنین. و سوالی که از این در این قسمت از شما شده ای است که previous study UK، آیا شما قبلا در UK درس خواندین و یا خیر، که اگر درس نخواندین میتونین که گزینه نو را انتخاب کنین. سیو و کانتینیو را ما فشار میدیم. و در این قسمت میمانه بخش فندینگ است که شما برنامه را میخواین با چه فند پیش ببرین، چون ما با بورسیه اپلای میکنیم، اسکالرشیپ فندینگ انتخاب میکنیم. بازم سیو و کانتینیو. در این قسمت معلومات دیگه هست که شما از جنسیت خود مینویسین، از بک‌گراند خود مینویسین و می قسم در رابطه با دیسابیلیتی اگر شما یک معلولیت داشتین در این قسمت میتونین که اضافه کنین. و همچنین سپورتینگ داکومنتس، هر اسناد حمایوی دیگه که داشتین میتونین شما در این قسمت اپلود کنین. سیو و کانتینیو. قسمت آخر میمانه که شما معلومات خود اضافه میکنین و معلومات خود سابمیت میکنین. سوالی که اینجا از شما پرسیده شده مارکتینگ دیتا است که شما چگونه با این برنامه آشنا شدین. میتونین یکی از اینا رو انتخاب کنین که با این برنامه شما از کدام طریق آشنا شدین. میتونین که اینجا بگوین که من از طریق گوگل این برنامه رو دریافت کردم، یا از طریق وبسایت خود از این اینستیتوت، یا از طریق ای که یک دوست به من معرفی کرده. میتونین که گوگل یا وبسایت یا یوتیوب انتخاب کنین. بعد از اینکه تمام میشه شما این تک مارک اینجا اضافه میکنین و زمانی که شما سابمیت کلیک میکنین اپلیکیشن شما تمام است و فرستاده میشه به کمیته بررسی یا ریویو دانشگاه دندی که باید بر شما یادآور شوم در تاریخ 15 مارس زمانی که تاریخ ثبت نام این بورسیه ها ختم میشه، در ماه اواخر اپریل و آغاز ماه می نتایج اعلام میشه و امیدوار هستم که تمام شما نتایج خوب را از این برنامه کسب کنین و آفرهای خود نیز به دست بیارین. این که باز شما بعد از آفر چطور میتونین پیش برین، حتما ویدیوهای دیگری را بر شما تهیه میکنیم. با امید موفقیت های همه شما شاد و موفق باشین. وقت خوش. فراموشتان نشه که چینل ما را نیز سابسکرایب کنین.